من بارها درباره ناخودآگاه با شما حرف زدم. خودم هم هر روز دارم یه چیز جدید یاد میگیرم. یه چیزایی میشنوم، فهم میکنم که اصلا واو میشم که چقدر خوب. یه وقتی میگم حیف کاش چند سال پیش یاد میگرفتم. یه وقتی میگم شاید زمانش امروزه، شاید یک چیزی باید اول به اون زمانه برسه. شاید اگه من 4 سال پیش میخواستم اینا رو بشنوم شاید نمیتونم انقدر درکش بکنم. بریم سر اصل مطلب. من اومدم اون خونه رو گذاشتم و این شاید اومد گفت مگه شما پولشو دارین که بخواین اینو بگیرین و اینا. یه فلش بک بزنیم به گذشته. همیشه در چالش‌های شوک‌گذاری من به شماها گفتم یک جوری رفتار کنید که انگار اون به دست اومده و براش ذوق کنید، خوشحالی کنید و خدا رو براش شکر کنید. حالا می‌خوایم بدونیم که چرا اصلا این کارو می‌خوایم بکنیم. زندگی ما تشکیل شده از 2 تا چیز: خودآگاه و ناخودآگاه. خودآگاه قسمت خیلی کوچولویی که ما بهش آگاهیم، که الان من آگاه همین دستم میارم بالا، آگاه هم دستم میبرم پایین. ناخودآگاه یه قسمت خیلی بزرگ و حافظه خیلی بزرگی داره، 94-5%، حالا دقیقش نمیدونم، ناخودآگاه ما تشکیل داده که همه تصمیمات زندگی ما مهماشو کی داره میگیره؟ ناخودآگاه داره میگیره. و از اونجا که ما نمیدونیم اون تو چه خبره و چه چیزایی ریخته شده توش، چه چیزایی از بچگی توش شکل گرفته، چه چیزایی از وقتی که نطفه توی شکم مادرمون بودیم ژنتیکی توی اون پر شده و اینا، و کارخونه ما رو تنظیماتش این انجام داده. چون بهش آگاه نیستیم همیشه از زندگی گله میکنیم، فکر میکنیم که من باید زندگی من عوض بشه، ولی زندگی تو نباید عوض بشه، تو باید شرایطت عوض بشه. اما میخوام یه توضیح بدم چرا اصلا ناخودآگاه این کارا میکنه، اصلا کی هست، چشه داره ما رو انقدر اذیت میکنه، نمیذاره ما به پول برسیم، به خوشحالی برسیم. ناخودآگاه چیزی که برای من نوعی میخواد من زنده باشم و زنده بمونم. این خیلی مهمه براش. ببین، زنده بمونم براش مهم نیست من خوشحال باشم، اون میخواد من فقط بقا داشته باشم و ادامه بدم. و هر کاریو که احساس کنه ممکنه باعث بشه من بمیرم و قطع میکنه. یه چیزایی که داره انجام میده به صرف منه، به سود منه، یه چیزایی متاسفانه نه. بر فرض مثال تپش قلب من خودآگاه نیست، من تپشمو بوم 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 نمیزنم. نفسی که دارم میکشم ناخودآگاهه. ببین داره الان نفس منو، دم بازدم منو، تپش قلب منو، نمیدونم هر چیزی رو بدن من داره انجام میشه، اینا ناخودآگاهن. داره همین کارا رو انجام میده که من زنده بمونم. پس وظیفه اصلی زندگی من رو ناخودآگاه منه. حالا ناخودآگاه همونجوری که داره تنفس منو کنترل میکنه یا هر چیز دیگه منو، یه چیزایی هم در باورشه که اگر من انجام بدم میمیرم. بر فرض مثال الان من دوست دارم برم خلبان بشم، ولی ناخودآگاه فکر میکنه اگه من برم خلبان بشم من از اون بالا سقوط میکنم میام پایین میمیرم. هی سنگ میفته جلو راه من. مثلا تو بچگی نوزاد بودم، همه گفتن که این بچه که اینقدر لاغره این میمیره، بچه باید زود چاق بشه، اینو بهش بدین اونو بهش بدین. وقتی من بزرگ میشم هر کاری میخوام بکنم که رژیم بگیرم لاغر بشم، ناخودآگاه فکر میکنه اگه من لاغر باشم میمیرم، نمیذاره. چیکار میکنه؟ هی سنگ میندازه با سر راه من و نمیذاره من اون قدم رو بردارم. ببین خیلی بلاگرا میان یه عالمه چربی سوزی دارن معرفی میکنن، به خدا همشون دروغه. یکی از عزیزترین اعضای خانواده‌ام رفته خریده، روز مامانم گفتم مامان تو رو خدا بهش بگو نکنه، اینا همش چرت و پرته. کدوم چربی؟ تا وقتی که تنظیمات ناخودآگاه نخواد تو لاغر بشی، تو برو بدو، تو غذا کم بخور، تو چربی سوز، اصلا تأثیری نداره. یا اگرم بخوای انجام بدی یه روز 2 روز 3 روز انجام میشه، 4مین روز انجام نمیشه. بر فرض مثال دوباره تو اگر بخوای تصمیم بگیری بلنشی از شنبه ورزش بکنی، صبح که میخوای بلنشی اصلا سردرد داری، پریودی، حالت بده، داری میمیری. اما اگر قرار داشته باشی با دوستات بخوای بری کوه، خیلی راحت 2 ساعت قبلش هم بیداری، حالت هم خیلی خوبه. چون ناخودآگاه هر جا احساس کنه تو داری یه تغییر بزرگی انجام میدی، 1 2 3 جلوتو میگیره، میگه بشین سر جا، تو کی باشی که این کارا رو بکنی. اگر بدونیم همه چی روی این ناخودآگاه ماه، زندگی ما خیلی تغییر میکنه. ولی خب حالا یه جایی هم میگه بابا مثلا چیکار کنم، مثلا کی یاد بگیرم، منم میخوام بدونم مثلا چه خبره تو ناخودآگاه من. بچه‌ها یادتون باشه خودآگاه ما قدرت خیلی زیادی نداره. یعنی حتی یکی الان بیاد اینجوری کنه تو ناخودآگاه میری عقب، ببین تو خودآگاهت نیست. یا مثلا چه میدونم یه جا میخوای بیفتی، تو ناخودآگاه یه جا سفت میگیری، ببین هیچ کدومش خودآگاه تو نیست. پس نشین تا شرایطت عوض بشه، تو باید یه قدم‌هایی رو برداری. اولین کاری که من میخوام بهت پیشنهاد کنم چیه عزیز دل من؟ اینه که عادتاتو تغییر بده. اگه 10 تا
قاشق غذا میخوری بکنش 9 تا، نکنش 2 تا، بکن 9 تا. اگه هر روز ساعت 11 بیدار میشی، دوست داری سحر خیز بشی، فرداش 5 صبح بیدار نشو. 11 صبح تو بکن 10:55. بذار ناخودآگاه نفهمه که داری تغییرات براش ایجاد میدی. اما در مورد اون خونهه که من بعدم برات گذاشتم، چرا من دارم میگم بنویس، ببین، چرا؟ چی میشه؟ خودآگاه من یه چیزایی رو میدونه که ناخودآگاه نمیدونه. حالا اون چیه؟ آفرین به خودآگاه، تو هم 2 تا تاثیر داری. خودآگاه میدونه الان زمان حاله، میدونه گذشته چه اتفاقایی افتاده، میدونه آینده قراره من مثلا فلان کارو بکنم. اما ناخودآگاه اینا رو نمیدونه. ناخودآگاه چیزی به نام الان، گذشته یا آینده نداره. ناخودآگاه میتونه گول بخوره. بچه‌ها اینا رو شماها باید تخصصی یاد بگیرین. ولی برین دنبال آگاهی، ازتون خواهش میکنم. وقتی تو میای اونو مینویسی که خدایا شکرت من گواهینامه‌مو گرفتم ولی هنوز نگرفتی، هی شکر میکنی، ذوق میکنی، ناخودآگاه هم باور میکنه گول میخوره. همین باعث میشه قدرت بفرسته برای ما. چرا بهتون بارها گفتم قبل از اینکه بخواد به خواب برید چشتون سنگین بشه، آرزوهاتون رو ببینید و تجسم کنید. چرا بهتون میگم صبح به محض که بیدار میشین گوشی رو نگی دستت، آرزوهاتو اونا رو تجسم کن. چرا؟ چون اون لحظه آلفاست، یعنی تو خواب و بیداری و دریچه ناخودآگاه باز تقریبا، و همین باعث میشه که تو وقتی تجسم میکنی ناخودآگاه هی داره اینو باور میکنه و میره جزء اون چیزای مثبتی که فکر نمیکنه این بر تو ضرر داره و تو میمیری اگه به اینا برسی. ناخودآگاه میخواد از ما مراقبت کنه ولی نمیدونه چه جوری. یه چیزایی از قبل توش تعیین شده و فکر میکنه که باید بذاره تو تپش قلبو داشته باشی، باید بذاره که تو نفس رو بکشی. الان وقتی تو میخوای یهو پولدار بشی ولی در ناخودآگاهت اینه که مثلا میمونه که تو بگی همین الان به بعد من یه نفس نکشم، اون فکر میکنه تو میخوای بمیری. پولدار شدنم برای ناخودآگاه همینه، میگه نکنه این پولدار بشه بمیره، پس نمیذاره به پول برسی. پس یادت باشه یکی از چیزایی که ناخودآگاه خیلی باهاش ارتباط میگیره دیدن، تجسم کردن، گول میخوره. تو اون خونه که دوست داری و ببین این خونه که امروز ما توشیم نش داخل که من اینو تو نوجوانیم دیده بودم. من آرزوم بود یه خونه داشته باشم که یه حیاط سبز اینجوری داشته باشه، کلبه‌ای باشه، بالاشو برم، ولی براتون نشون میدم بالا رو، بالا اینجوری داشته باشه که انباری باشه، مثلا نمیدونم سگ داشته باشم، اسبم دوست داشتم، حالا نشده فعلا. من همیشه دوست داشتم یه شوهر خارجی اروپایی داشته باشم. نمیدونم چون تو خودآگاه هم نه، تو ناخودآگاه هم وقتی میدیدم مثلا قلبم ذوق میکردم. ببین تو انقدر ناخودآگاه قدرت داره، انرژی که میفرسته میشه، ولی تا وقتی که تو در ناخودآگاه باور نداری. من توی این رویدادمون انقدر اومدن نوشتن میشه چون شرکت میکنیم هر چند میدونیم برنده نمیشیم. یه جایی هم طرف میاد مینویسه که من با اینکه برنده نمیشم ولی حالا باشه مثبت فکر میکنم، امید به تو خدا قبول بشم، بازم نمیشی. بعد میخوره تو ذوقت، ناخودآگاه دیدی نشد، برای اینکه این باور تو بعد شد. بچه‌ها من تا بال هیچ جا برنده نشدم، قبلا من بهتون گفتم هیچ جا برنده نشدم، ولی بهتون گفتم تا آخر عمرم ناامید نمیشم. یعنی انقدر همه کار میکنم نه که برم همه زندگیمو وقفش کنم ولی تو باید کوچولو ناخودآگاه رو تغییر بدی. ببین اگه تو امروز فکر میکنی یه آدم دروغگویی منتظری یه رابطه خوب برات بیاد که صادق بشی، نمیشه. اتفاقی برای زندگیت میفته که تو الان تو اون جایی. اگه تو توقع داری بشینی همش فیلمای پر نگاه کنی و زندگیت از این رو بمونه، نمیشه. تو باید شروع کنی عادتهای بدتو تغییر بدی، ولی نه یهو. سیگار میکشی، تو نباید فردا صبح بلند شی بگی من دیگه سیگار نمیکشم. اگه خیلی پرخوری داری نباید بگی فردا دیگه پرخوری. نه کوچولو تغییر بده. خودآگاه یه جاهایی میتونه بخوابه ولی ناخودآگاه همیشه بیداره. کجا؟ وقتی که تو شبا خوابی تا صبح، خودآگاه خوابه ولی ناخودآگاه بیداره. موقعی که تو بیهوش میشی برای عمل، خودآگاه خوابه ولی تو ناخودآگاهت بیداره. یکی از بزرگترین کمک‌هایی که تو زندگی میتونی به خودت بکنی، به جای اینکه این اینستاگرام باز کنی، پیج میشا میای 2 تا حرف میشنوی، باشه قربونت برم، دیگه نرو تو اکسپلورر، دیگه این نچرخ، برو همونو دراز بکش، یوتیوب باز کن، هزاران تا مدیتیشن داری، مدیتیشن کن. تو اگر بدونی با مدیتیشن چه لطفی میتونی در زندگیت بکنی، باورت نمیشه. بچه‌ها مدیتیشن مثل یوگا نیست که قلق اینو داشته باشه. یه دونه ویدیو رو باز میکنی، چشاتو میبندی، اون هرچی گفت فقط قراره نفس بکشی و قراره فقط چیزا که میگه تجسم کنی. همین
همین الان برو تو کسایی که فالو داریشون، برو دونه دونه اشو نگاه کن، ببین چند بار تو الان استوریاشون رو دیدی، چند بار تو الان پیجشون رو کامل دنبال کردی. اگه دیدی اصلا نگاش نمی‌کنی، آنفالوش کن. این حساتو خلوت کن. بعد از این اینستاگرام برو سراغ مغزت، ببین به چه چیزایی داری فکر میکنی، چقدر مهمه برات. ببین سعی کن هر روز صبح مغزتو خالی کنی رو کاغذ. منم نمیگم هر روز دارم این کار انجام میدم، ولی حداقل هفته یه بار 2 بار مغزتو بیار. تو وقتی مغزت پر باشه جا برای چیزای جدید نیست. ببین قانون خلا و شنیدی، تو تا یک چیزی رو خالی نذاری یک چیز خوب نمیاد توش. تو تا روزی که تو یک رابطه سمی هستی، تا اون رابطه رو کات نکنی، نپذیری، چه در مغزت چه در جسمت، همه چی، خدای آدم خوب نمیاره تو زندگیت. پس قانون خلا رو ایجاد کن، اجازه بده برای آگاهی بیشتر. 2 تا چیز خیلی مهم من میخوام بهت بگم. یادت باشه ما هر چقدر خشم داشته باشیم از بچگی، هی جمع بشه رو رفتارمون خیلی تاثیرگذاره، خیلی خیلی تاثیرگذاره. هممونم داریم اینو داریم. من یه پیشنهادی برات دارم، میخوام بگم که چیزایی که از بچگی ناراحتت کرده، تو جوانی، تو الانت، اینا رو روی کاغذ بنویس. از کسی که خشم داره یک صندلی خالی تجسمش کن، تنها هم باش تو خونه. یه صندلی رو تجسم کن و باهاش حرف بزن. خشمتو بهش بگو. ممکنه این خشم یواش یواش تبدیل به داد بشه یا گریه بشه. این کارو بکن. خیلی تاثیر داره از کسانی که عصبانی هستی بری و توی صندلی خالی تجسمش کنی و باهاش حرف بزنی. و یه چیز دیگه که خیلی مهمه، تکنیک بالشه. خیلی حالا اینو گفتن شدم شنیده باشیم. موقع دور تو خونه تنهایی برو یه بالش رو بردار، فکر کن اون شخصی که دستش خشم داری، شروع کن اونو کتک زدن. شاید اول چیز خنده دار باشه ولی واقعا تاثیر داره. یعنی شاید اولین دفعه دوم دفعه که میخوای بالش رو بزنی مسخره باشه، ولی یه روزی به خودت میای میبینی داری همه اون خشم رو واقعا تخلیه میکنی. اگه این دوتا رو نکنی، به اون صندلی خالی نکنی و به اون بالش شروع میکنی به عزیزات، به مامانت، به پارتنرت، به بچت، به دوستات، ببین ببخشید و شرایطم سخته، به هیچ کی ربطی نداره شرایط من و تو. منم شرایطم خیلی شرایط بدی، ولی حق ندارم خشمم رو کسی خالی کنم. در گذشته ها این کارو البته میکردم، اشتباه هم میکردم، ولی میخوام بگم وقتی خشم میاد بالا، تخلیه میشه، جاش چی پر میشه؟ عشق پر میشه. وقتی عشق پر میشه چی میشه؟ اتفاقای قشنگ میفته تو زندگی.